این برنامه سال نوی رادیوی آزادی است و فرصتی خوب است که درباره دستاوردهای هنری دیگر هنرمندان تاجیک هم یادآور شویم. طاهر درست میگویی خیرامان. پس بگیریم 16 کلیپ سرودهای نو. چون این است نتیجه کاری ایجادی سیراج‌الدین فاضلوف در سال 2015 و در این باره خود آوازخوان در صحبت با همکاری ما شهلای گلخواجه نقل کرد. غصه ها را شعر کردم در حملی یک ربایی، رو دریا گشت آخر زین همه اشکی جدایی. جاده ها سر بسته اما دستهای خسته من جستجو دارند راه در سکوتی به وفایی. یک چند سرودها را قریبی که مردم زمزمه میکنن دوست میدارن، لیکن تا هنوز به همون عمق دل آنها جا گرفتگی نیست. به هر حال همین طلبات فکر میکنید به سطح بالا رفته است یا که پایین؟ فقط جهت موسیقی شاید بالا رفته باشه، لیکن جهت آوازخوانی فکر میکنم نه اونقدر. درباره زندگی، درباره مردانگی، درباره صدقاً وفاداری هم موسیقی کمه هم شعری امروز کمتر ایده. شاعران رنگی مورد سرگردون نه کجا بچه موضوع دست بزنم. وای از تو، وای از من، وای از این جان و از این تن، وای از مرگی محبت، از هجومی به وفایی. هر یک چیزایی که میخوندم پیش باور کنه امروز من میفهمم که من چی خوندگیم. وقتی که انسان زندگی در میرود، در درون زندگی آموخته میکنه و هر یک ناکامی ها و همون نارسی های زندگی روبرو میشی، بعد درک میکنی که انا وای شعرم برای همین روزم بود، انا این آهنگم برای امروزم بود. همین چیزا رو شخصا من حاضر درک میکنم. شما چندان راضی نیستید یعنی از اون سرودهایی که اون وقت میخوندید؟ شاید از سرودهایی که اون وقت میخوندم راضیم، لیکن از اون صمیمیتی که من میخوندم راضی نیستم. مثال حاضر اگر همون سرودی مادر ما اجرا کنم با تمام وجودم اجراش میکنم. علاکه من دیدم درد رنج مادر، ما دیدم خیلی که امروز درد رنج میکشن، بیمارن، زیاده از یک سال زیاد میشود که در بستر بیماریان. علاکه من هر یک مصرع و هر یک نفس همون سرودم من حس میکنم. عشقم، امیدم، حیاتم تویی، ای مادری جان مادرم، قلبم، صدایم، نوایم تویی، ای مادری جان مادرم. عشقم، امیدم، حیاتم تویی، ای مادری جان مادرم، قلبم، صدایم، نوایم تویی، ای مادری جان مادرم. شیرین زبانی، درمان جانی، ای مادری جان مادرم، تنها برایم تو مهربانی، ای مادری جان مادرم. شیرین زبانی، درمان جانی، ای مادری جان مادرم، تنها برایم تو مهربانی، ای مادری جان مادرم. شما در صحبت قبلیتون با رادیو آزادی گفته بودید که از اونی که از صحنه دور شدید پشیمان هستید. از اون صحبتتون تقریبا 2 سال گذشت. از اونی که دوباره روی صحنه برگشتید پشیمان نیستید؟ از اونی که روی صحنه دوباره برگشتم شاید پشیمانم باشم، لیکن این دفعه نمیگردم. زی حرف عشق تیغ آید اگر بر سر نمیگردم، سری من گر رود حرفی که گفتم بر نمیگردم. اگر چی عذاب و مشقتی هم که باشد میخوام که همیشه تا آخر حیات من با موسیقی باشم. به جهان جان نظر ساز، تپشی دل را دیگر ساز، و مرادی رهی یک جا بدانی.
زندگی غیری تمنای خوشک رنگ ندارم مثل آهنگی دولت در سینه آهنگ ندارم شما خیلی یک دویت موفق سروده بودید با منیژه دولت و که هم برای شما خوب بود و هم برای منیژه که او را معرفی کرد. چند سال شد که همین نقشه را در دلم پرورش میکنم. حتی شید همون لحظه ای که ما با هم وا خوردیم. با منیژه وا خوردیم، نشستیم سر یک میز صحبت کردیم. خلاصه ایده اومدیم که در حقیقت ما باید برای مردم گناهگاریم در نزد مردم. حتی خیلی سخنان هم بود که ما باید اون مردم چیزی که قبول کرده، چیزی که طلب میکنه ما باید اجرا کنیم. نه ما گناهگارم نه منیژه گناهگار. اینجا چی همون سببی هست که نفهمیدم من را. تمانیت سرنوشت شما چی است؟ به همه هموطنان برون مرزی و بیرون از مرز دولت سال نو میلادی را مبارکباد میگم. بگذار که این سال نو برای هر یکی آنها سال پربرار، پربرکت، در خاندانشون فیض و برکت همین ترین انداز باشد. هیچ وقت در پیش یگان انسان سرخم نباشند. سال نو شما مبارک باشه. سال نو شما مبارک باشه. زنده باشه. در همه عالم برم نیست تا تو را در بر ندارم در همه عالم برم نیست ندارم در تنی خود سر ندارم تا تو را در بر ندارم. در سال 2015 در باکس تاجیک در میان زنها ستاره اجرا کرد که اسمش شویره ذوالقرنیوف است. این مشتن تاجیک در جام جهانی باکس بین کشورهای تولید نفت صاحب مدال برنجی شد و امید نو برای مدال های المپی آینده برای تاجیکستان هست و ضمناً شورای ورزش رادیو آزادی نصرالله لطیف با شویره ذوالقرنیوف و یک صحبت سال نوی انجام داد. بگید که پس چرا شما این نوعی چون که میگویند مردانه ورزش باکس مشتنی رو انتخاب کردید؟ ولی من با برادرم بسیار کینوهای مشتنی و ورزشی کینوها فیلمها تماشا میکردم. من با یعنی ورزشی باکس مهر موندم و مشغول این زمان مشغول شده ایستادم. یعنی والدین شما، پدر و مادر شما برای انتخاب این کسب به شما مانعی نکردند؟ نه نکردند. وقتی که من گفتم که من با باکس مشغول میشم اونها مایلش گفتن و بعد من باکس آمدم. شویره شما اولا در وزن تا 60 کیلو بعداً 64 کیلو و در مسابقات آخرین در وزنین یعنی تا 75 کیلو قوازمایی کردید. سببش چی است؟ سببش در آن است که اول من 64 کیلوگرم برآمد میکردم، یعنی در چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم، یعنی وزن‌های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن‌های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و وزن 75 کیلوگرم برآمد کردم. شویره شما چند سال این جانب و باکس مشغول هستید و مربیتان کیست؟ من 3 سال هست که در ورزش مشغول هستم، یعنی در نماد باکس و مربی من سلطانوف جمشید می باشد. مربی من وقتی که من با باکس آمدم مربی من قبول کردند و با من خیلی اعتبار دادند. در وقتی مشق خطاگیام را می گفتند. شویره تمنیات شما و بینندگان ما در سال نو 2016 سال المپی. من مردم تاجیک را با سال نو تبریک میکنم و از نام خودم و از نام ورزشکاران وعده میدهم که در سال 2016 بسیارتر مشق میکنیم، سختتر کوشش میکنیم که با بازی‌های المپی رخصت گیریم.
شویره تشکر برای صحبت. ما شما رو نیز با فرارسی سال نو 2016 سال المپی تبریک میگوییم و برای عملی شدن نقشه هایتان به شما برای کار و موفقیت های تازه و تازه آرزومندیم. کارگردان معروف تاجیک که با فیلمش پدر مهتابی در آخر سالهای 90 سینمای تاجیک را به سطح جهانی برآورد، در سن 49 سالگی بعد از بیماری طولانی بهاران در شهر برلین آلمان درگذشت و در همانجا او را به خاک سپردند. کارگردانی که در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1993 با فیلم قوش به قوشش در جشنواره ونیتسیا جایزه شیر نقره را برده است، از ارزشمندترین فیلمسازان آغاز قرن 21 تاجیکستان خواهد ماند. روحش شاد باد. پرودیوسر و همزمان همکار نزدیکش رشد دفتر برای میراث هنری بختیار خدای نظرов به رادیو آزادی چنین یاد کرد. وی خیلی زیاد از پشتخوری شوروی ناراحت بود. وی خود را همیشه گرجدانین SSSR میشناخت. برایش محیط بسیار ملتی دوشنبه خیلی مقبول بود. وی میگفت بعد پشت خوردن اتحاد شوروی همه دولت ها در جنگ و خون آغشته شدند. همین گونه برای جنگ شهروندی تاجیکستان هم غم میخورد. دوستان زیادی او را کشتند و او بعد این حادثه ها میگفت من دیگر به دوشنبه بر نمیگردم. این دوشنبه دیگر است. میگفت من یک پاره خود را البته در این شهر میگذارم ولی دیگر بر نمیگردم. Мы снимаем «Лунный папа», да, там ночью мы, это то еще сил, наверное, вот, понимаете, вот, может, это еще на дальнейшее это его действовало. وی آدمی غیری عادی بود. تصور کنید ما فیلم پدری مهتابی را میگرفتیم. روز ساعتهای 7 یا 8 بعد نواربرداری به جای خواب برگشتیم. تمام هیئت ایجادی را جمع کرده مشورت کاری فردا را کردیم. نقشه را کشیدیم. ناگهان ساعت 2 شب مرا بیدار کرده گفتند که بختیار نقشه را برای فردا دیگر کرد. فلان صحنه با فلانش تغییر داده می شود. ولی من می دانم که صحنه می گفتگیش هنوز آماده نیست. بعد 1 هفته تیار می شود. نزدش رفتم و گفتم که بختیار تو چی می گویی؟ آخر همه چیز برای این صحنه آماده است. گفت دلم می گوید که فردا این صحنه را ما برداشته نمی توانیم. روزی بد می شود. ما جنگ کردیم. بختیار گفتم نخواد آدم از روی احساس فردا کار کند. ولی ببینید که فردایش چی شد. با هنگام نواربرداری یک بار بارانی سخت زد. سیل آمد. برای نجات کامera من به آب غوطه زدم. در پهلویم در داخل آب بختیار پیدا شد و گفت دیدی من نگفتم که بد می شود. روزی مادر بختیار از آلمان زنگ زده گفتند که رشد یاری کن. بختیار جیانش دولت را دیدن می خواهد و پسر دادرش است که چند سال پیش از عالم درگذشته است. من در دوام چند روز حجت‌های کودک را تهیه کردم. ویزا کاغذ پرستاری را گرفتیم. رفتیم برلین. تا زمانی که من او را در جایگاه بیمارستان دیدم هیچ تصور نمی کردم که احوالش چنین سنگین است و هیچگاه درباره مرگ فکر نمی کرد. در بیمارستان نزدش مادرش اکتبرینا اسمتونا بودند. وقتی من او را دیدم تکان خوردم. من فهمیدم که او می رود. چون که در عیناً همین گونه حالت دادر من هم بود. در 27 سالگی از همین مریضی در پیش چشم خودم او درگذشت. فردایش من باید برمیگشتم. ما هم دیگر را با آغوش کشیدیم. من گفتم بختیار من فردا برمیگردم. من میتوانستم که نروم. میدانستم که 1 یا 2 روزش مانده است و خلاص. ولی من هیچ نمیخواستم که در مراسم دفن او اشتراک کنم. قبرش را ببینم. من تا آخر باور داشتم که او با ما است و حالا در سفر کاری است و حتما زنگ میزند. شاید من خودم را همین گونه تسکین میدیم. من شبانه پرواز کردم و صبحش ساعت 6 SMS آمد که بختیار را از دست دادیم. همان آغوش خیر بادش ماند. وی همان لحظه هم میگفت همش خوب می شود.
چیزی دیگر نه، همه‌اش خوب می شود گفت. дар барномаи соли навии радиои озодӣ табрики овозхонҳои маҳбуб идома дорад ва ҳоло навбати табрики Фарзонаи Хуршед мерасад, овозхоне ки соли ҷорӣ дар баробари бурдани ҷоизаи Apple Awards дар Ҳамбурги Олмон ба як орзуи дерinaи худ ҳам расид. بله، فرزانه خورشید امسال مادر شد. دخترچه دوستروی او و همسرش فریدون خورشید زکیه نام دارد. هرچند قصه گوهرآورندان زکیه بعداً مورد جریمه بندی خانواده از جانب مسئولین قانونی تنظیم شد، آوازخوانها ناامید نیستند. لاله بدستت وای وای نگاهی مستت چی بلاد داری بچه گرفتی با بشستت ای چشمت خماره فقط کارش چی کاره بازی نکن بدیلم بگیری تو بسیاره بازی نکن بدیلم جای گیری تو بسیاره. این شب روز چی روحیه دارید؟ روحیه سالی نوی دارید؟ مثلا خوشبخت هستید؟ و اینکه روحیه‌ای که میخواهید سرود و آهنگ ایجاد کنید؟ این یکمین سالی است که من با فرزندم جشن میگیرم. به همین خاطر یک سالی است که زیاد کوشش ها و زیاد تیاری ها به خاطر که از دیگر سالها برایم بهتر باشه. شما که آوازخوان هستید، مثلا روی صحنه بودید تو امروز و فکر میکنید روی صحنه آواز خواندن آسان تر است یا اینکه با فرزند بودن؟ در روی دنیا یگان کار آسان نیست، اما پیشتر کوشش میکردم که کنسرت های من و محفل های من زیاد باشد و برآمدهای من زیاد باشد، لیکن حاضر کوشش میکنم که زودتر تستر برآمدم کنم پیش فرزندم روم. به همین خاطر فرزند یک میوه شیرینی بود است که یگان چیز با او برابر نمیشده است. صنعت همه ما میدونیم که یک در نظر مردم ها ممکن آسان نتابد که به خاطر که میگویند که صنعت در بالای صحنه بودن آسان است، اما به حد یک مشکلیت دارد. در دل مردم جا شدن و مردم تو را قبول کردن این به هر کس میسر نمیگردد. شب‌های بیدارخوابی زیاد میکشید یا خیر؟ دختر من ماشاءالله به حد دختر آرام است، مثل خودم. و اپا جان من و مادر جان من و خوشتامن مهربان من، بعدا ما همه در خدمت او هستیم. دایه نگرفتید تا به هنوز من باور کنید نیازم ندارم به دایه، به خاطر که به حد دختره که آرام است ماشاءالله. با کی مانند است؟ با شما یا با پدر؟ باور کنید اینقدر زیبا است که اگر که شما بینید میگوید که به من مانند است. به خاطر که میگویند که دختر باید که به پدر مانند باشد خوشبخت میشود. هرچند که میبینم که به من مانند است، اما به خاطر خوشبختیش میگویم به پدرش مانند است. با خنده هات میکشی دلی مرا میبری، با جادوی نگاهات هوش سرم میبری، با شامی تاری حواس ها ای ستاره زاری، شمالکی مستی مست بوی تره میاره، پریچهی خوش رو یک آبیا کنم بس بدن، با عشقت شیدایمو زکیه داری داره، جانا جانا جگر موی هله یاری قشنگ موی همون لاله بد است موی بچه ی عاشق است موی یواش یواشه یارون کجاشه چشمای زیباشه زکیت باشه. یک البوم نوتان هم آماده شد با اسم یاری نقابی. میتونید کمی اشاره بدید که زیر همین مفهوم چی رو در نظر داشتید؟ مردایی هستند که در اول خود را دیگر خیل نشان میدهند، بعداً دیگر میشوند. به همین خاطر من یک سرود کردم با نام یاری نقابی که در اول دیگر هستند و بعد نقاب خود را کشیده میکنند، زیر نقاب دیگر انسان هستند. مثلا در پیش روی شما هم در روی شما هم همین گونه مردا واخورده بودند یا نه؟ ممکن من از روی
زیاد خودم رو تعریف نکنم، از روی خوبی خودم باشد یا که از روی چی باشد که به حد کم واخوردم با این خیلی مردایی که خود دیگریشان میتنن یا که اصلا دیگر هستم، اما واخوردم. یار نقاب هرگز نبخشم، دست منو دامانت، عشقت دو روزه یادت بخیر باد، خانه آباد کردی برباد. نخواهم که یک کنسرت برای مخلصانم نشان دهم که یک کنسرت تکرار نشدنی باشد، که تا این روز یگام مخلص یگام بیننده اون خیلی کنسرت دیدگی نباشد و اینقدر از خداوند به اندازه تا این روز شکرگزارم که من آن چیزی که از خداوند خواستم برم داد. و همین خاطر این سالم از خداوند انتظار آن هستم که باز برای من این سال را سال خوشبخت‌ترین و سال پربرکت‌ترین و انشالله از خداوند امید دارم که باز خدای کند که به زکیه با یک دادر دیگر شد. در سال نو چی تحفه گرفتن میخواهید؟ از نزدیکانتان شاید؟ از شوهر شاید؟ چخیل گوید من تحفه ساده رو نقض نمیبینم. قیمت باشه. تحفه ساده رو نقض نمیبینم، اما تحفه باشد که زیاد قیمت باشد و اما مهر نداشته باشد او را قبول نمیکنم. به خاطر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگوید که اگر خواهی که با دوستی که همیشه دوست ببانی با او همیشه زود تحفه بکن، به خاطر که تحفه کردن یک مهر بستن است. به یک آدمی نمیخواستگی تم نمیخوای که تحفه کنی و از هر کس هم تحفه گرفتن هم اجازت نیست. به همین خاطر تحفه‌ای میخوام که از صمیم دل باشد، تحفه‌ای میخوام که از مهر و محبت باشد. و من در روی دنیا از همه چیزی نقض میدیدگیم این مهر و محبت است و در زندگی همیشه از شوهرم و به خاطر آن که این خصلت برای ما مادرم داده است، از شوهرم فقط خواهش میکنم که تو برای من تنگه و طلا نکن، تو برای من چیزی نکن، اما عشق خود را پاک بدم و همیشه مهر محبت خود را برای من نشان ده. این برای من کافی است. سال 2015 در فضای فرهنگی تاجیکستان و روسیه می شود گفت یک ترکش به وجود آمد. ترکیش؟ توهیر؟ بله، یک ترکش مجازی وقتی هنرمند معروف شوروی ملیکا قلندرova در برنامه تلویزیونی روسیه برآمد کرد و درد دل مادری خود را فاش کرد. پسر خردی نامدار او ارتور گولکاروف بعد اذیت‌های روحی چندین ساله از خانه رفت و عملیات تبدیل جنس کرد. بله، یادم هست که چگونه بعد تماشای برنامه پوست گوارد چند روز دیگر مردم زیاد در تاجیکستان و بیرون از آن سرنوشت همکنون دختری ملیکا قلندر و سمیرا مزال را بررسی میکردند. ما حالا به این بحث ها دیگر کار نداریم و میخواهیم برایتان از زندگی امروز این هنرمند قصه کنیم. سمیرا مزال سال 2015 نه تنها همچون یک رقصنده موفق بلکه آوازخوان معروفیت کسب کرد. آهنگ نوی تهیه کردهش با زبان روسی خوانده شده درست در روزهای سال نو به هواداران تقدیم می شود. و حالا صحبت اختصاصی ما با سمیرا مزال تقدیم می شود که از شهر تل اویو ثبت شده است.
Слушай, слушай свою душу, слушай, слушай. Ты не нужен ночью пустом светят звезды мира. Небо скажет, войска мира. После того, как я попала на передачу «Пусть говорят» к Андрею Малахову, моя жизнь изменилась в хорошую сторону, в очень позитивную сторону. Я нашла много друзей, которых потеряла за этот период. Не то, что я потеряла, а которые потеряли, можно сказать, меня, потому что я исчезла от всех людей, друзей. Многие люди просто не понимали, где я, что со мной. Это немножко до того даже, как попала в передачу, но еще было не так близко, потому что он не знал, как со мной общаться. После передачи, конечно, все поменялось. Он понял все для себя, он начал со мной общаться, и все у нас в семье хорошо. Была у брата дома, увидела своих любимых племянников, у меня их теперь 5. После передачи я получала очень много писем за благодарностью тех людей, которые также не могут также думают, и как же сделать это, чтобы не было проблемы в семье. Вы знаете, конечно, такая история, это такая ситуация, что ты не можешь поменять мнение многих людей. Конечно, будут подсмеиваться, конечно, кто-то издевается над этим, кто-то старается сделать больно. На творчестве, как это сказала, я всегда была артистка, я всегда была на сцене, я всегда покоряла, я всегда ценила зрителей, я всегда творила и дарила свое искусство народу. Конечно, когда я проходила через все это, я думала, что я больше на сцену не вернусь, потому что я хотела просто исчезнуть и начать новую жизнь. Но когда это твое признание, когда тебя Бог создал для сцены и радовать людей, то ты никуда от этого не уйдешь. И поэтому я опять вернулась на сцену, но уже, конечно, в новом образе. На таджикском языке я, конечно, бы с удовольствием спела. Я даже как-то учила песню из ансамбля «Авеста», то, что поет Тахмина. Я учила эту песню, но, к сожалению, к своим занятым очень графиком я не смогла реализовать эту песню, но я бы с удовольствием спела бы на таджикском языке, и мне, конечно, бы хотелось, чтобы именно для меня написали песню и музыку, и стихи, которые конкретно посвящаются мне, и спеть свое авторское произведение на таджикском языке с удовольствием. Я хочу вас всех поздравить с Новым годом, пожелать вам счастья, пожелать вам здоровья, радости и удачи, чтобы каждый получил в следующем году то, что он заслуживает и мечтает, чтобы все ваши мечты сбылись. И никогда не сдавайтесь мечтать, никогда не сдавайтесь в своих целях, потому что у каждого человека есть мечты и цели. И дай Бог, чтобы в следующем году у вас все это сбылось. Я поздравляю вас еще раз всех с Новым годом и хочу всех вас поздравить от своей мамы, народной артистки СССР Малики Калантаровой. Счастья вам всем! Целую вас! Удачи! ما برای سمیرا مزل موفقیت زیاد تمنا میکنیم و آرزو داریم که همه نیت‌هایش جامعه عمل پوشد و شاید هم در سال 2016 از او سرودی نو با زبان تاجیکی بشنویم. بله و در همین جا برنامه سال نوی رادیوی آزادی به آخر میرسد. سال خوب و پرباری داشته باشید. سال نوی شما مبارک عزیزان.